الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. برادران مؤمن و مسلمان، خواهران محترمی که امشب در محفل جشن قرآن کریم شما تشریف آوردید، من پذیرایی که از شما میکنم با مو جمله‌ای که یک مسلمان دیگر از دیدگاه اسلام پذیرایی میکنه، امو جمله را فکر میکنم که بسیار قیمت بها است و او عبارت از تحیت اسلام است و من هم امی تحیت اسلام را و تحیت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بر شما میگم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال جشن محفل قرآن کریم را بر ما و کافه امت مسلمه امشب مبارک و گرامی بگردانه و با برکت شب مبارک ما و اولاد ما را و تمام امت مسلمه را از بدبختی های مادی و معنوی نجات نصیب کنه و پروردگارا کسایی که طرفدارای این کتاب بزرگ است و کسایی که دوستداران و عاشقان این کتاب مقدسند، پروردگارا تو تمام آنها را در حفظ و امان خود نگه داری و خداوندا تو ما را از فیوزات و از برکات و از نعماتی کتاب بزرگ محروم نسازی و خداوندا همان ترتیبی که پیامبر بزرگوارت فرمود که قرآن شفاعت میکنه، خداوندا شفاعت قرآن را در روز آخرت در سختترین شرایطی که پدر از فرزند گریزان است و اولاد از والدین گریزان است و هر کدام نفسی صدا میزنند، پروردگارا دست ما و دامان قرآن تو، پروردگارا دست ما و شفاعت آیات قرآن تو که ما را از شفاعت این کتاب بزرگ در روز سختترین روزها محروم نسازی. قرآن بزرگترین هدایت خداوندی است و خداوند متعال قرآن را روان کرد تا این دستورالعمل در زندگی مسلمانا باشه و هدف از نزول قرآن بالای رسول اکرم این مطلب بوده که قرآن باید کتاب زندگی باشه و این قرآن باید قانون رسمی و اساسی جوامع مسلمین و دولت‌های مسلمین باید باشه. خب متاسفانه این قرآن همون ترتیبی که پیامبر علیه السلام برای پروردگار شکایت کرد و فرمود و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فرمود پیامبر خدا پروردگار من، قوم من قرآن را ترک کردند و به قرآن تو عمل نکردند، قرآن تو را قرائت نکردند و به آیات قرآن تو آشنایی حاصل نکردند. این شکایت را پیامبر بزرگوار اسلام برای رب العالمین این شکایت را عرض کرد. خداوند ما را در این جمله دعای پیامبر داخل نسازه که از جمله کسانی باشم که قرآن را ترک کرده باشم و در روز آخرت بجای شفاعت قرآن کریم ما را لعنت نگویم. این قرآن هم شفا و رحمت است و این قرآن هم خسران و زیان است. معنای این مطلب چی است؟ کسایی که به این قرآن ایمان دارند، کسایی که از این قرآن میگیرند، کسانی که در دامان قرآن تربیه میشوند و کسایی که در مدرسه قرآن از خرمن قرآن خوشه‌چینی میکنند، این مردم برش رحمت است، این مردم برش شفا است. اما کسانی که این قرآن را انکار میکنند، این قرآن را باش دشمنی میکنند و این قرآن را محجور و متروک قرار داده، این قرآن در روز آخرت خصم اونا است. در روز آخرت
بر ضد اونا شهادت میده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما نازل کردیم از قرآن آیات زیبای قرآن را، آن آیات را که شفا است، معالجه است، تداوی است، دردهای شما را تداوی میکنه، دردهای معنوی شما را، دردهای اقتصادی شما را، دردهای اجتماعی و سیاسی و نظامی شما را این قرآن کریم مداوا میکنه. این مثل یک درملتون است، این مثل یک اپوتک است. در داخلی درملتون انواع گوناگون ادویه و دواهای شفابخش وجود داره. خوشا به حال کسی که داخلی درملتون میره از ادویه علاج بخش و شفا بخش قرآن کریم برای امراض خود ادویه میگیره و از او استفاده میکنه. به این خاطر است که برای کسایی که به قرآن ایمان داره، این کتاب برای آنها شفا است، معالجه است، تداوی است، رحمت است. اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای مردمی که ظالم است، سرکش است، انکار میکنه از قرآن، برای همچو انسانها خسران و زیان است. زیرا در نتیجه سرکشی از قرآن، در نتیجه عمل نکردن به قرآن کریم، قرآن خصم اونا میشه، قرآن بر علیه آنها شهادت میده. اما قرآن در آیات خود مکرر و مکرر در جاهای متعدد برای اهل ایمان خطاب میکنه. میگه ما برای شما آمدیم تا مرا عمل کنند. این کتاب را پروردگار برای شما روان کرد تا دستور زندگی شما باشه. چه خوش فرمود قرآن کریم در سوره اعراف آیه شماره 3: اتبعوا ما انزل الیکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پیروی کنند ای مردم چیزی را که از جانب پروردگار شما بالایتان نازل شده، پیروی و اتباع کنند این کتاب را. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. بجز قرآن هیچ قانون و دوست دیگری را به قانونیت و به دوستی نگیرند. نشود که قرآن کریم را ترک کنند، قرآن کریم در زندگی شما قانون شما نباشد. خداوند میگه و غیر از قرآن دوستای دنیوی را، دوستای مخلوق را شما به دوستیتان بگیرند. قرآن میگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پیروی کنند آنچه را که نازل کرده شده از جانب پروردگار شما، امیر پیروی کنند. ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا من دونه اولیاء. بجز قرآن هیچ دوستای دیگه دوست حقیقی شما نیست. دنیای بشریت نظامهای مختلف را تجربه کرد، نظامهایی که برای دنیا صدا میکرد که ما قانونیت برای شما میاریم، ما عدالت میاریم، ما مسئولیت و ما به اصطلاح اقتصاد و زندگی برای شما تضمین میکنیم. اما چه کردند؟ بجای نان برای ما گلوله دادند، بجای لباس برای ما کفن دادند، بجای خانه و مسکن برای ما قبرستان و مقبره ها را ساختند. اینا هم شعار میدادند که ما را پیروی کنند. اما قرآن میگه که شما مرا پیروی کنند. من رحمت هستم، من قانون نجات بخش هستم، در من تحریف و تعویل و تغییر در من وجود نداره. مرا پروردگار تضمین و گارانتی کرده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن را روان کردیم و ما محافظ این قرآن کریم هستیم. به این خاطر است که قرآن در آیات متعدد، در آیات بسیار برای ما شما دستور میده که شما این کتاب را ازش پیروی کنند، عمل کنند به این کتاب. میفرماید پروردگار در سوره انعام آیه 155: و هذا کتاب انزلناه مبارک.
این کتاب را که ما نازل کردیم این مبارک است، این با برکت است. قرآن میگه و هذا کتاب انزلناه مبارک، ما این کتاب را روان کردیم مگر این کتاب مبارک است، در این برکت است، در این خیر است و در این فلاح و رستگاری است. فاتبعوه، از این کتاب مبارک پیروی کنند. این کتاب ملوث نیست، این برای یک طایفه از مردم روان نشده، این با برکت است. از کتاب مبارک پیروی کنند. واتقوا، تقوا اختیار کنند، از خدا بترسند که غیر از قرآن دنبال رو هیچ مکتب، هیچ اندیشه و هیچ ایدئولوژی در روی زمین نباشند. همه ایدئولوژی ها و مفکوره ها و اندیشه ها و مکتب ها محکوم به زوال است، محکوم به مرگ است. یک مکتب و اندیشه مانند مارکسیسم و لنینیسم 70 الی 80 سال عمر کرد ولی کجا رفت؟ مردم به گردن رهبرای که مجسمه هایش ساخته بودند رسمان انداختند طرفدارایش و او را سرنگون ساختند. خودشان گفت که مکتب کمونیسم کهنه شده، از مد افتیده و دیگه قابلیت تطبیق در روی زمین برای بشریت نداره. این راه نجات نیست. قرآن میگه و هذا کتاب انزلناه مبارک، ما این کتاب را که روان کردیم این کتاب مبارک است، در این خیر است، در این برکت است، در این ثقل و وزن و سنگینی وجود داره. دیگه مکتب ها از این معلوم است که سبک است. انسانی که در او میره او هم به عزت و سبک میشه و در پهلوی قرآن انسان وزن پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه، کاراکتر و انسانیت نصیبش میشه. ولی در پهلوی دیگه مکتب ها انسان پدر با بچه دشمن میشه و بچه با پدر را میگه که دیگه خود را پایین و بالا نکنی، در غیر او جای رسول الله زندان است. این قرآن پروردگار روان کرد اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کنند ای مردم، پیروی کنند ای مردم آنچه را که پروردگار شما نازل کرده به سوی شما، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، بجز قرآن هیچ کسی را که در لباس دوست برای شما خود را قلمداد میکنه از این مردم پیروی نکنین. بر رب العالمین قسم است که یگانه دوست و حامی ما، یگانه عزت ما، یگانه شرافت ما، یگانه آبروی دنیا و آخرت ما کتابی است که نامش قرآن عظیم و شأن است. یگانه رهبری که وزن داره، یگانه رهبری که قیادتش باید پیروی شود، نامش محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم است. این قرآن آمده تا ما ای را پیروی کنیم و پیامبر علیه السلام حریص بود، دلش همیشه میخواست که صدای زیبای قرآن را به گوش خود شنیده باشه. بسیار شده که اصحاب را گفته بیایید یک ساعت ما شما در گرد کتاب الله ما شما جلسه کنیم و حلقه کنیم و از آیات زیبا و دلکش قرآن کریم قلبهای خود را آبیاری کنیم، گل دل را و گل ایمان را ما از آب حیات قرآن کریم آبیاری کنیم تا این شگفه های ایمان ما روشنتر و درخشانتر شود. قرآن کریم آمد تا که مسلمین از این پیروی کند. به این خاطر است که پیامبر علیه السلام می فرماید القرآن حجت لک او علیک. قرآن کریم یا به حجت است، دلیل است، یک وکیل مدافع است، یا به نفع تو وکالت میکنه یا به ضد تو وکالت میکنه. اگر از قرآن کریم پیروی کردی این قرآن کریم در روز آخرت از تو دفاع میکنه، طوری که در روایت حدیث آمده در روز آخرت قرآن عظیم الشأن در زیر عرش معلا میرود و برای پروردگار میگه یا رب العالمین برای ما اجازه شفاعت بده، برای ما اذن شفاعت بده
کسایی که در دنیا مرا تلاوت کرده بودند، کسایی که در دنیا از من دفاع کرده بودند، کسایی که در دنیا عاشقان آیات و حروف و سوره های ما بودند، یا الله اذن نصیب کن، اجازه بفرما که از اونا من شفاعت کنم. پیامبر علیه خداوند متعال میگه اجازه برات داده شد. قرآن کریم میره در میدان عرصات، تمام کسایی که در دنیا قرآن کریم مطالعه کرده بودند و با آیات زیبای قرآن گوش داده بودند، از حریم قرآن دفاع کرده بودند، در زیر درفش درخشان قرآن مثل یک عسکر آماده خدمت استاده شده بودند. قرآن کریم از دست اونا میگیره، همه را بر یک صف استاد میکنه یک سو. بعدا قرآن پیشا پیش اینا و صاحبای قرآن و اهل القرآن پشت سرشان به سوی میدان عرصات حرکت میکنه. اما بهتر است ما قرآن را تلاوت میکنیم، اما طوری باید تلاوت کنیم که آداب قرآن ایجاب میکنه. از این فرصت باید استفاده کنیم. ما مطالب را که در رابطه با آداب قرآن کریم است، برای همشیره های مؤمنه و مسلمه، هم برای برادرای خود، ما ایره یک کا یک برای شما قلمداد میکنم و خاطر نشان میسازم. تا وقتی که ما قرآن کریم را، این کتاب عشق و محبت را، این رشته و رسمان الهی را که هر که به این چنگ میزنه به خدایی را وصل میکنه و همه ما را خداوند امر کرده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر رسمان خدا یعنی به قرآن کریم همه باید که ما چنگ بندازیم و دست و شما تفرقه و پراگنده نشوند. امام حکیم ترمذی ابو عبدالله در کتاب خود به نام نوادر الاصول در این کتاب گفته که برای یک کسی که قرآن کریم را مطالعه میکنه باید حرمت و احترام قرآن کریم رعایت کنه. از جمله حرمت و احترام قرآن کریم از جمله قرار ذیل است. یک، حرمت و احترام قرآن کریم در این است که هیچ قاری قرآن، کسی که میخواد قرآن تلاوت کنه، بدون وضوع اجازه نداره قرآن کریم را لمس کنه. لا یمسه الا المطهرون. مثلا میکنند قرآن کریم مگر کسایی که پاک شوندگانند از بیوضویی خرد و بزرگ. باید با وضوع ما شما قرآن کریم مطالعه کنیم. حتی نبی علیه السلام میگه زمانی که یک انسان قرائت قرآن میکنه دان خود را باید مسواک بزنه و باید دندانای خود را پاک کنه و می فرماید ان افواهکم طرق من طرق القرآن. دان شما راه یکی از راه قرآن است. دان شما یکی از راه های قرآن است ای مردم. می فرماید فطهروها و نظفوها ما استطعتم. تا که می توانید این راه قرآن را پاک کنند، نظافت داشته باشه و شما این را باید خوشبوی کنند، زیرا کلام رب العالمین کلام معطر است، کلام مطهر است، کلام پاکیزه است. دوم، از حرمت قرآن کریم ای است که ما باید قرآن کریم را وقتی که تلاوت میکنیم ما باید لباس پاکیزه در جان خود کده باشیم. لباس پاکیزه را ما باید به تن خود کده باشیم. مثل که یک نفر می رود برای زیارت یک نفر پادشاه یا یک نفر صاحب اقتدار یا در یک عروسی میره، چقدر خود را کالای زیبای خود را به تن میکنه. در وقت تلاوت قرآن پاکترین لباستان را باید شما به تن کرده باشند، زیرا شما با بهترین کلام و با بهترین ذات روبرو هستند که ذات رب العالمین است. سوم، در وقت تلاوت قرآن روبروی قبله مستحب و سنت است که انسان باید نشسته باشه. به طرف قبله باید انسان نشسته باشه. و چهارم، از حرمت قرآن ای است هر وقت که از دان خود آب را تف میکنه و یا یک چیز را از دان خود بیرون اندازه، بهتر ای است که دان خود را یک بار
مزمزه کنه و با آب بشویه که دوباره این دان دوباره پاکیزه و معطر شده باشه. پنجم، وقتی که در وقت قرآن کریم وقتی که فاجعه از دانش بیرون میشه، دان خود را پت میکنه تا در مقابل کلام خداوند گستاخی و بیادبی نشده باشه، دان خود را پت میکنه و بعدا آیات قرآن کریم را دوباره تلاوت میکنه. زیرا این یک نوع اجلال است، یک نوع عزت است، یک نوع احترام است در مقابل کلام رب العالمین. وقتی در پیشروی یک آدم صاحب جاه و جلال دانت واز نمی کنی بیادبی نشود. وقتی که قرآن میخوانی در وقت فاجعه کشیدن دانت باید پت بگیری. ششم، در شروع قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن ای مستحب است، حتی در ابتدایش سنت است مؤکد. قرآن کریم میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که قرآن کریم تلاوت میکردی تو پناه ببر به خداوند از شر شیطان رانده شده و بعد از او بسم الله الرحمن الرحیم را باید که قرائت کنه. هفتم، از حرمت قرآن کریم است وقتی که قرآن کریم را شروع میکنه به تلاوتش در صحبت کردن با مردم او را قطع نکنه. یک بار قرآن بخوانه، یک بار با یک رفیق خود صحبت کنه، یک بار قرآن بخوانه، یک بار با یک انسان صحبت کنه، بلکه دوام بده کلام رب العالمین ده. زیرا علما میگه اگر میخواین که با خداوند صحبت کنین شما قرآن مطالعه کنین. اگر میخواین که با خداوند صحبت کنین قرآن مطالعه کنین. اگر میخواین که خداوند با شما صحبت کنه و سخن بزنه در نماز استاد شوین، با خداوند راز و نیاز کنین. در وقت صحبت با خداوند این کمال ادب نیست که یک بار با رحمان صحبت میکنی، یک بار با انسان، یک بار با خالق کنتکت و ارتباط داری، یک بار با مخلوق، بلکه در قرائت خود ادامه بده و اگر ضرورت است او را قاطع میکنه و کار خود را یک طرفه میکنه. هشتم، از حرمت قرآن ای است که باید در یک گوشه تنها از مردم نشسته باشه تا که در وقت قرائت فکر و حواسش پراگنده و متشتت نشود. در وقت قرآن انسان با رب العالمین در راز و نیاز است. در وقت قرآن انسان اسرار با پروردگار میگوید. بناهن انسان با یار خود، انسان با پروردگار خود زمان میتونه بهتر خلوت کنه که در یک گوشه تنها دور از وساوس و خواطر نفسانی و دنیوی او در یک گوشه نشسته باشه و خلوت کرده باشه. این از آداب قرآن کریم است. همچنان نهم، از آداب قرآن کریم است که بسیار با ادب، آهسته آهسته و با ترتیل بهتر است که حروف قرآن را باید دانسته شود چی میخوانه و چطور باید بخوانه. قرآن میگه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را به ترتیل و تجوید و با مفهوم و معنا باید شما مطالعه کنید. و دهم، وقتی که مطالعه میکنه باید معنای قرآن کریم را در ذهن خود گذشتانده بره. در وقت تلاوت قرآن معنای قرآن را یا در زیر تفسیر نوشته است به زبانهای ما یا در کتابهای عربی و فارسی و پشتو و آلمانی و انگلیسی است، معناش هم آهسته آهسته در ذهن خود باید بگذرانه. و یا ای که در قرآن عربی اگر مفهوم قرآن میفهمه خودش در آیات قرآن باید تفکر بکنه. و یازدهم ای است که وقت در یک آیت میرسه که در او ذکر از آتش است، ذکر از عقاب و عذاب است، باید به خود بیندیشه. وقتی که ذکر از وعده های مغفرت است، از دیدار است، از شفاعت است، از صدیقین و نبیین و از اولیاء الله و از دوستای پروردگار است، باید که به خود بباله و افتخار کنه که من الحمدلله از طرفدارای این کتاب هستم و خود را باید آماده بسازه. دوازدهم ای است که باید
او مثال هایی را که در قرآن ذکر شده که اقوام مختلف مثال ها زده قرآن، قوم فرعون چرا هلاک شد، قوم ثمود چرا هلاک شد و اقوام دیگر چرا هلاک شدند، یا مثال های در قرآن است که ما این کتاب را اگر بالای کو نازل می کردیم کو تکت و پراگنده می شد. این مثال ها را سرش باید بسیار فکر کنه یک قاری قرآن. و 13 از حرمت قرآن ای است که هر حرف باید او را حقش ادا کنه، هر حرف را حق او را باید ادا کنه. و 14 باید در وقت قرائت قرآن کریم، وقتی که قرآن مطالعه میکنه بگویه که صدقت یا ربنا، تو راست گفتی در این کتاب پروردگار ما، سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا، صدقت ربنا و بلغ رسولک و نحن علی ذلك من الشاهدین. به فارسی و پشتون میتونن بگوین پروردگارا راست گفتی، این کلامت صداقت است و راستی است، پیامبرت راستی که از جمله گواها و شاهدای حقیقی است. پروردگارا ما را از جمله اهل قرآن بگردان. و 15 از حرمت قرآن ای است که باید یک آیت را با آیت دیگه جنگ نته. گاهی در یک آیت ورق میزنه، باز ورق میزنه در دیگه آیت، باز ورق میزنه در آیت دیگه، آیات یک در دیگه مخلوط نسازه. بلال رضی الله عنه قرآن باز کرده بود، در بین قرآن میدید بلال حبشی را خوش می آمد که در هر صفحه قرآن یک آیت مطالعه کنه. چرا؟ عاشق قرآن بود قلب بلال. در ظاهر او سیاه بود، در ظاهر پوست سیاه داشت، ولی قلبش به نور اسلام، قلبش به نور قرآن کریم درخشان و منور شده بود. بلال حبشی را پیامبر گفت یا بلال، وقتی که قرآن باز میکنی سوره را باید تا آخر بخوانی، تا آخر باید ایرا ادامه بدی. و 16 ای است که قرآن وقتی که انسان مطالعه میکنه قرآن خلاص و باز نگذاره در روی زمین و خودش از پیش قرآن بروه، بلکه با حرمت او را قاط میکنه، در دستمال و یا در یک جای بلند میگذاره و بعدا خلاص قرآن خود را به زمین نگذاره. و ای از حرمت قرآن کریم است. و 17 ای است که وقتی که قرآن میخوانه در بغل خود بالا میگیره، در دستای خود دست خود در ریل قرآن کریم میگردانه، در بغل خود میگیره قرآن کریم را و قرآن به آغوش خود و در بین قفس سینه خود و روبروی قلب که در اون لا اله الا الله است، در اونجا قرآن کریم باز میکنه و مطالعه میکنه. فکر ما باشه که قرآن را در سر زمین نگذاریم، قرآن با بسیار سبکی پرتاب نکنیم. این حرمت قرآن نیست. بالای ریل یا بالای دستای خود یا بالای زانوی خود بلند از زمین میگذاریم. فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت، این در صحیفه های با عزت در لوح محفوظ نوشته است. این آیات قرآن مرفوعت، مقام قرآن رفیع است. از این آیت علما استنباط کردند که قرآن در جاهای بلند باید گذاشته شود و این از جمله حرمت قرآن کریم است. همچنان وقتی که یک آیت قرآن را ضرورت شود، این از جمله حرمت 18 قرآن است. وقتی که شما آیت را میشویند توسط آب و او را پاک میکنند در صفحه کاغذ، باید امی آبی که از شستشوی آیات قرآن است بالای چیزای نجاست انداخته نشود. این آب شفا است. حتی صحابه رضی الله عنهم اجمعین آیات قرآن را که میشستند او را بعد از او نوش جان میکردند و میگفتند که این آیات شفا است و این آب رحمت است و این در درون و معده ما میره، ما را خداوند از امراض گوناگون شفا نصیب ما میکنه. 19 این است که باید وقتی که قرآن کریم کهنه شود، ورقایش ژولیده شود، کوشش کنند و یا با آب تر شده باشه او را در وقت قرائت استفاده نکنند، زیرا امکان پاره شدن است. امکان ازی داره که قرآن کریم پاره شود و یا ای که کهنه است اوراقش از هم جدا نشود. میتونند یک قرآن جدید
شما هدیه بکنید. از جمله حرمت قرآن کریم است. و 20م از جمله حرمت قرآن کریم ای است که یک انسان باید نسبت به قرآن بخیل نباشه. بخیل قرآن کی است؟ بخیل قرآن کسی است که یک روزم در روزهای خود قرآن کریم باز نمیکنه و با چشم خود او را نمیبینه. این انسان بخیل است، با دیدن خود بخل داره. کلام رب العالمین که نور است، شفاء است و رحمت است، حتی نسبت به کلام پروردگار بخل میکنه. و این باید نسبت به کلام خدا بخیل نباشه. چشمای خود را سخاوت پیشه کنه. سخاوت چشما ای است که با آیات قرآن صفایی و دید زیرا باید بسیار زیاد کنه. ابو موسی اشعری میگه انی لاستحی الا انظر کل یوم فی عهد ربی مرة. ابو موسی اشعری میگه به خدا قسم من حیای میآید که هر روز در کتاب پروردگار خود یک بار نظر نکنم. زیرا صحابه عاشقان اوراق قرآن بودند، عاشق آیات قرآن بودند. اگر یک نفر قرآن نمیفهمه، به مجرد که چشمش در آیات قرآن میفته، این خدا در ترازوی میزانش عبادت نوشته میکنه. این چشمی که به چه چیزا ما این را ملوث کردیم، این چشمی که به چه چیزا ما این را در زنا و گناه گرفتار کردیم. حضرت عثمان رضی الله عنه همچنان میگه من حیای میآید از پروردگارم که اگر در روز یک بار من قرآن کریم در بینش چشمای من نندازم و مطالعه نکنم. و 21م ای است که ما باید از طریق چشم، وقتی که نصیب چشم را دادیم، این چشم خود جاسوس قلب و دل است و اینمی چیز را جاسوسی میکنه و میبره به قلب آدم، میبره به سینه آدم. برای انسان از طریق چشم روشنی دل پیدا میشه. از طریق چشم آیات قرآن را منعکس میکنه توسط آینه چشم به سینه و به قلب خود. و این از حرمت قرآن کریم است. پیامبر علیه السلام میگه اعطوا اعینکم حظها من العباده. ای مردم چشمایتان امو سهمیهش بتن از عبادت. هر چیز سهمیه داره. سهمیه چشم ای است که ما باید در صفحات قرآن کریم ما ایره عادت بتم. ما در صفحات قرآن کریم ما ایره باید عادت بتم. و 22م ای است که قرآن کریم از دل خود مانا نکنه. هر چیزی که در قرآن است اینطور نگویه برادر من ای آیت را در قرآن کریم مطالعه کردم، بلکه معنای اشتباه قرآن کریم هم یک به حرمتی و ای هم یک به ادبی است. 23 از آداب قرآن کریم ای است که قرآن کریم از سرچپه باید نگیره و مطالعه نکنه. ای را باید سر راسه بگیره، ای را باید با دو دست خود بلند بگیره و ای را باید مثل کودکان نگیره که گاهی الفبای خود را سرچپه میگیره و مطالعه میکنه، بلکه از آداب قرآن کریمی است که قرآن کریم از سر راسه و درست به سوی قبله باید مطالعه کنه. 24م حرمت قرآن ای است که به آواز هنرمندا ای را نخوانه، به آواز قمرگر و نغمه و منگل نخواندش. قرآن کریم به صدای قاری باسط بخوانه، قرآن کریم به صدای منشاوی بخوانه، قرآن کریم به صدای برکت الله سلیم میخوانه، قرآن کریم به صدای عبدالله ابن مسعود میخوانه، قرآن کریم به صدای ابی ابن کعب میخوانه. بعض مردم قرآن کریم را آدابش را زیر پا کرده، به نغمه سرایی فکر میکنه که آوازت را بسیار دور و دراز کنی، این از آداب قرآن کریم است. نه خیر، این بیادبی است. ما در بسیاری از فاتحه ها، در بسیاری از جاها که رفتیم، درست است که من هم صدایی ندارم، ولی وقتی که انسان متوجه میشه قرآن کریم به نغمه و به مثل که بیت میخوانه، این قرآن را پیامبر میگه که اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن را به صدای عرب بخوانید. و قرآن میگه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را به تجوید بخوانید. در اسلام خوشخوانی هدف نیست که صدای بلبل و
صدای کنریر از خود میکشه در قرآن. خوشخوانی هم خوب است، اما خوش خواندن هدف نیست، درست خواندن هدف است. خوشخوان نباش، درست خوان باش. در قرآن کریم یکی از آدابش این است که انسان باید قرآن درست مطالعه کنه. برای یاد گرفتن درست خواندن قرآن چرا ما مراجعه نمیکنیم به اهل قرآن؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل قرآن سوال کنید اگر نمیفهمید قرآن میگه. نه میفهمیم، نه سوال میکنیم، نه گوش میکنیم، نه خدمت اهل قرآن میکنیم. طوری که پیامبر میگه کن عالما او متعلما او سامعا او خادما ولا تکن خامسا فتهلک. یا عالم باش، یا متعلم و شاگرد باش، یا گوش دهنده و سامع باش، یا خادم علما و مساجد باش، خادم حافظای قرآن باش. ولا تکن خامسا، پنجم نباش که نه عالم باشی، نه شاگرد باشی، نه گوش بیتی و نه خدمت کننده باشی. تو چی هستی؟ نامت چی هست؟ در مسجد هم نمیایی، صحبت هم علیه مسجد میکنی. در محفل ذکر قرآن هم نمیایی، علیه ذکر قرآن هم صحبت میکنی. خودت هم در راه خدا دعوت نمیتی، علیه دعوتگرای اسلام صحبت هم میکنی، علیه اولیاء الله صحبت هم میکنی. و بعدا میگی که ایمان ما ایمان جبرئیل هم کده قوی است، ایمان ما از ایمان ابوبکر هم کده قوی است. این چه قسم ایمان است که شوق لا اله الا الله در این است؟ این چطور ایمان است که محمد رسول الله را مردم در روی زمین تروریست میگه در روی تو هیچ گونه سرخی و حساسیت پیدا نمیشه؟ این چطور ایمان است که اسلام را میکوبند، مسلمانان را محکوم میکنند، برادرایت را میکشند، اسلام را دین تروریسم معرفی میکنند؟ بازم تو چی میگی؟ ما پیشرفته هستیم، ایمان ما کرده قوی ترین ایمان، دیگه قوی تر ایمان نیست. برادرت را وقتی که در راه خدا حرکت میکنه، شعاری را که دشمن میته، امو شعار تو هم تکرار میکنی. یک زمان وام میگفت که اشرار، تو هم میگفتی اشرار. وام میگفت بسمچی، تو هم میگفتی بسمچی. وام میگفت که به اصطلاح دهشت افغان و مردمای اخوان و شیاطین و مردمان امثالش، تو هم میره تکرار میکنی. دیروز میگفت دشمن فوندامنتالیست، رادیکال، بنیادگرا، تو هم میگفتی. امروز دشمن القاب دیگه را گرفته به نام فلان و بسمدان، تروریسم است. بیا یک برچسب آسان القاعده است، این طالب است. حتی هندوی بیچاره را در شیکاگو به نام طالب کشتند. هندو را به خاطر که لنگی داشت و ریش داشت. هر ریشدار مسلمان نیست، هر ریشدار عاشق رسول الله نیست، هر تسبیح بدست عاشق اولیاء الله نیست. عشق در درون دل است، عشق حنظله است، عشق بلال است، عشق حمزه است، عشق کسایی است که با صدای قرآن جان میدادند، از زندگی خود میگذشتند. مگر امروز وقتی که یک برادر خود را میخوایم که بدنام کنیم به گفته خود ما، یک برادر خود را میخوایم محکوم کنیم، میخوایم که ذهنیت ها را علیه از او تحریک کنیم، چی میگم؟ میگم اینمی آدم رادیکال است، اینمی آدم طرفدار تروریسم است، در حالی که دین ما دین نجات بشریت است. اسلام آمد کسایی که دخترای خود را در زیر خاک زنده به گور میکردند برای نجات دخترای قریش، اونا مشرکین بودند. اسلام از حقوق از دخترکا دفاع کرد، اونا را گفت که حق ندارند شما در زیر خاک زنده به گور کنند. به این خاطر است که از جمله 27 آداب قرآن کریم ای است که ما شما باید قرآن در بازارها تلاوت نکنیم، در جاهای نجاست، اماکن لهو و لعب. زیرا قرآن میگه و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که در جاهای لغو، بیهوده، چټیات، مزخرفات مردم میگذرند، در اونجا با کرامت و عزت
باید مردم از اونجا عبور کنند، نشوه که در مقابل آیات قرآن بیادبی نشوه. ولی میتونین دعوت بتن، اما قرآن امرایتان در اونجا حمل نکنند، زیرا نشوه که بیادبی نشوه. انشالله چند دقیقه برای نماز مانده و ما نماز را که یک سپاره مختصر مانده پشت سر حافظ قرآن خود امشب ایره ختم میشه تلاوت میکنیم. و 28م حرمت قرآن ای است که بالای قرآن کریم مثل بالشت تکیه نکنه، نشوه قرآن در زیر پای خود بانه، در زیر آرنج خود بانه، در پشت خود پشتیوار بانه و بالای از تکیه کنه، زیرا ای جایز نیست و ای حرام است. همچنان قرآن کریم همینطور باید به طرف کسی پرتاب نکنه که ایره بگی مثل یک متاع وارد. این قرآن کتاب مبارک است، با عظمت است، این باید برای مردم پرتاب نشود. و 29 از جمله آداب قرآنی است که باید قرآن کریم را خرد مردم چاپ نکنه به خطای بسیار کوچک کوچک. دیده باشند یگان قرآنای کریم و عظیم و شأن را که به آیات چقدر خرد و کوچک او را چاپ کردند که حتی مردم به عینک ضرورت داره. عمر فاروق رضی الله عنه به دست کسی یک قرآن کریم را که در صحافت و چاپ کوچک بود، صحافتش کوچک بود، نمیگم قرآن کوچک بود، در یک چاپ کوچک و خطای خرد چاپ شده بود، در دست یک نفر میبینه. بر از او میگه من کتبه، این قرآن کریم که نوشته کرده؟ او میگه انا، میره نوشته کردم. فضربه بالدره، حضرت عمر فاروق همراه دره او آدم را زد، امو نفر را با دره خود. و بعد از عمر فاروق گفت عظم القرآن، عظم القرآن، قرآن با عظمت نوشته کنند، قرآن با عظمت بگیرند، قرآن با عظمت تلاوت کنند. این قرآن با خطهای کلان باید مردم در خانه‌های خود داشته باشه. امروز مد شده یک نفر قرآن را میگیره در بین یک پوش به اصطلاح آهنی و افتخار داره. چه میگه؟ من اینطور یک قرآن دارم که هیچ کس نداره، نه خودش خوانده میتونه نه بچهش، و نه کل قومش اگر حاضر کنی و قرآن خوانده نمیتونه. چه میگه؟ ما اینطور یک قرآن دارم که در می کل اروپا نیست، در کل آسیا نیست. ای کاش که عمر می بود و در پیشویش میگفتی که من یک قرآن دارم، بعد از طور قرآن نشان میداد که قرآن یعنی چه، قرآن چطور باید عظمت شود. و حرمت سیوم قرآن کریم ای است که باید در بین قرآن چیزای اضافی را، این مکروه است. حتی میگه با آبکش طلا، با نقره، این میگن که درست نیست. علمای سلف از این بد میگن، اما علمای خلف بعضا به خاطر بزرگ داشته قرآن کریم این میگه فرمان نداره. علمای خلف میگن، زیرا علمای سلف میگفتن که شما حضرت عبدالله ابن عباس بچه کاکای رسول الله مبارک است، او مبارک میگه قرآن چرا شما با آبکش طلا نوشته نکنید؟ میگفت تفرون به سارق و زینته فی جوفه، شما دزدار تشویق میکنید به این قرآن که دزدیش کنه به خاطر طلا. تفرون به سارق، دزدار تشویق میکنید که قرآن هر وقت باشه دزدی کنه. باز چی میگه حضرت عبدالله ابن عباس؟ و زینته فی جوفه، زینت و زیبایی قرآن در مغز قرآن است. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را با دیگران بگذاشتیم. زینت قرآن مغز قرآن است، روح قرآن است، عمل به قرآن است و تلاوت قرآن است. زینت قرآن این است که ما در پوشهای رنگارنگ او را پید دادیم. یگان تا ایخ در پوش میده که در ضرب 10 دقیقه در پوش اولیش کسی نمیرسد، یعنی در پوشی که در خود قرآن کریم تماس داره، در ظرف 10 دقیقه خلاص میکنه رنگارنگ. یک مرده شده یک پوش داده، خانش عروسی شده یک پوش دومی را علاوه کرده، خانش بچه تولد شده یک پوش سومی را به اصطلاح دکان خود افتتاح کرده یک پوش دیگه داده. اما این نفر در حیات خود یک بار قرآن کریم ختم نکرده. این فکر میکنه که احترام قرآن پوش دادن است،
قرآن نیامده تا ما او را در بین پوشا زندانی کنیم. قرآن نیامده تا ما او را با پوش گل گلاب و گل سیب به اصطلاح او را مزین کنیم. قرآن آمده تا در مغز دل ما جا بگیرد. این کلام رب العالمین است و 31 از حرمت قرآن ای است که در جاهای نوشته شما که میفهمید این را باد چپا میکنه و از بین میبره. در یک دیوار که توسط یک تراش در زیر پای گفته، در سر مقبره ها که در بین یک پارچه تکه نوشته شود و بعدا باد و شمال بزنه و در زیر پای مردم و حیوانات به اصطلاح لگدمال شود. این جایز نیست. همین ترتیب است که علما میگن باید در بین قرآن کریم ما شما نگوییم که قرآنک، قرآن کوچک نگوییم، این اسم تصغیر برش ندیم. قرآنک، آیتک، سورتک، این چیزا را برای قرآن کریم کسی گفتن نمیتونه. و این خاطر است که خداوند متعال قرآن کریم بر ازیرمان کرده که کلام نور است. خداوند متعال میخواهد که این نور مثل یک چراغ در پیشروی راه ما شما باشد و مردم از این استفاده کنند. ببینیم خداوند در قرآن کریم خود را نور خطاب کرده. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. و بعد میگه فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. شما به خداوند، به رسول خدا و به نوری که ما روان کردیم به ایمان بیارید. و برای پیغمبر خود میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از طرف خدا برای شما نور آمد، یعنی و پیغمبر علیه السلام و کتاب مبین، کتاب بیان کننده. الله نور است، رسول الله نور است، قرآن کریم نور است. پس همین نور توسط نور از طرف نور آمده تا ما این را بگیریم، مردم را از ظلمات و تاریکی ها به سوی نور بکشانیم. یخرجهم من الظلمات الی النور. ما مردم را از تاریکی های شرک، کفر، نفاق، قومیت، سمت پرستی، از این تاریکی ها به سوی نور قرآن کریم ما مردم را بکشانیم. ببینیم پیامبر علیه السلام میگه برای یک قوم همه قدر گمراهی بس است که قرآن کریم اعلام میده، میره به سوی یک چیز دیگه اون قانون دولت خود تعیین میکنه و از او پیروی میکنه. این به تفاوت است که این کمونیستی باشه، این دموکراسی باشه، این قومیت و نشنالیستی باشه، این به اصطلاح فاشیستی باشه، چیزی که باشه. پیامبر علیه السلام میگه کفا بقوم ضلالة ان يرغبوا عما جاء به نبیهم الیهم الى ما جاء به غیره الى غیرهم. میگه همه قدر گمراهی برای مردم بس است، همه قدر گمراهی برای مردم بس است که از چیزی که پیغمبر بر از ما آورده از او روی خود گشتانده و سوی چیزایی که مردم و غیر پیغمبر بر از ما پیشکش میکنه و او چیزا روی خود آورده. میگه همین گمراه ها را همه قدر گمراهی بس است. رفتن از هدایت قرآن، رفتن از قانون قرآن به سوی قومیت، این گمراهی است. به سوی مکتب‌های ساخت بشر گمراهی است. یگانه چیزی که هدایت است قرآن کریم است. یگانه چیزی که هدایت است قرآن کریم است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بدون شک این قرآن هدایت میکنه به سوی چیزهایی که به سوی راهی که پخته ترین و محکم ترین راه است. ببینیم در قرآن نگفته که کمونیستی مردم را به سوی راه محکم هدایت میکنه. ان هذا القرآن یهدی، بدون شک قرآن هدایت میکنه به راه پخته و محکم. نگفته قومیت، نگفته دموکراسی ساخت بشر، نگفته یهودیت، نگفته بت پرستی و قومیت پرستی و سمت پرستی. گفته که ان هذا القرآن، این قرآن هدایت است برای مردم. روزی بود که قرآن امت مسلمه را یک وحدت و یک پارچه ساخته بود.
روزی بود که دور قرآن مردم جمع شده بودند و تمام قومیت ها را، زبان پرستی ها را و مردمایی که به نشنالیتی خود افتخار میکردند تمام از زیر محکوم کرد و برشان خطاب کرد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و بعدا برشان گفت انما المؤمنون اخوة. در اون روز ما عزت داشتیم، در اون روز ما قدرت داشتیم. از مدینه منوره سرحدات ما تا چین بود، از مدینه منوره سرحدات ما در غربها تا به اندلس و اسپانیا بود. ما از خود صحبت داشتیم، ما از خود مملکت داشتیم در بین مسلمان ها، از شرق دنیا تا غرب دنیا را، از شمال تا جنوب را در کشورهای اسلامی می رفتیم. مردم پرسان نمیکرد که ویزا داری، پرسان نمیکرد که پاسپورت داری. یگانه ویزه رسمی مردم ای بود که لا اله الا الله محمد رسول الله، ای ویزه بود. یگانه پاسپورت رسمی مردم قرآن کریم بود. یگانه رهبر اساسی مردم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما امروز از قلبها خون می چکد، از دیده ها به جای اشک باید ما واقعا خون بریزم. این چه وضعیت است که بر امت مسلمه امروز حکم فرما است؟ امروز مسلمان با مسلمان جور نمیاد. امروز شعار را که دشمن زمزمه میکنه ما او را زمزمه میکنیم. دشمن برای پارچه کردن ما شعارهایی را از مخزنهایی که دارن میکشن، از کتابهایی که دارن میکشن در بین ما پخش میکنن. ما امو شعارها را سرمشق و شعار قرار داریم. کاش که اینطور میگفتیم که پیغمبر میگه المؤمن اخو المؤمن، مسلمان برادر مسلمان است. قرآن میگه انما المؤمنون اخوة. امروز زن مسلمان با زن مسلمان جور نمیاید. امروز مرد مسلمان با مرد مسلمان کنتکت و ارتباط ندارد. امروز در کشورهای اسلامی را گذاشته در یک مملکت کوچک که یک خال در پشت گاو باشد، در بین 1.5 میلیارد مسلمان یک مملکت هم در بین خود جور نمیاید. کسی میگه من شمالی هستم و دیگه میگه من جنوبی هستم. باز در بین شمال و جنوب من ازبک هستم، هزاره هستم، تاجک هستم، پشهی هستم، من پشتون هستم، من فلان و بسمدان هستم. ایره کی برای ما کشیدن و ایره کی برای ما زمزمه میکنن و در راه تقویه این نفاق کدام مردم حرکت میکنن؟ به این خاطر است که ای امت قرآن، ای امت اسلام، ای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیاین که ما شما در تاریخ خود توجه کنیم که ما به دور قرآن جمع بودیم. دشمنا در خانه های خود می‌لرزیدند، قدرت نداشتند که بالای یک زن مسلمان تجاوز کنند. در زمان عمر بن عبدالعزیز یک زن مسلمه را پادشاه روم اسیر کرده بود. پادشاه روم برای عمر بن عبدالعزیز پادشاه عادل اموی خبر میرسد یک پارچگک خورد، یک پیام برش نوشته میکنه، میگه از عمر بن عبدالعزیز خلیفه مسلمین بعد از این من برات میگم که به مجرد رسیدن این پیغام من زن مؤمنه را از زندان آزاد میکنید. در غیر از او بر رب العالمین قسم است که لشکر را برات خواد آوردم که اولش در روم باشه و آخرش در مدینه منوره. در غیر از او من تو را طور تجربه خواد کردم که اول لشکر و سپاه اسلام در روم باشه پیش خودت و آخرش در مدینه منوره باشه در پیش من. در غیر از او من تو را به این لشکر تجربه میکنم. با مجرد رسیدن این پیغام میگه سیده و سرداره مسلمانان را با عزت آزاد کنین، یک دو سه تا غلام هم در رکابش کنین و توفه ها و هدایام در اسب و شتر امراش کنین و با عزت و با وقار و سوی سرزمین اسلامی را دوباره انتقال بدین. امروز ما به اندازه اسیر هستیم، به اندازه ذلیل هستیم که بزرگترین انسانهای درجه اول و درجه دوی ما از خود محافظ نداریم، از خود محافظ نداریم.
ما امروز به اندازه ذلیل هستیم که وطندار خود را به دست دشمن میدیم تا محاکمه کنیم. ما در کشور خود محاکمه نداریم، ما قانون محاکم نداریم، ما قانون قضایی نداریم، ما قانون اجرایی نداریم، مگر این ملک بی مالک، این کشورهای بی صاحب، این امت بی سرپرست جرم و گناه چی است؟ شما برید یک طبعی امریکایی را، یک طبعی روسی را در کشور خارج محاکمه کنید که حال شما چه میشه؟ برید. امروز امت بی سرپرست است، امروز امت بی قیادت است و پیامبر علیه السلام میفرماید که جبرئیل علیه السلام ان جبرئیل اخبرنی ان امتی مختلفتون. جبرئیل امین بر من آمد که امت من در اختلاف و تفرقه به سر میبرد. من از جبرئیل پرسان کردم، امین زمین از امین آسمان پرسان میکند، محمد امین از جبرئیل امین پرسان میکند که امت من در بدبختی گرفتار است، فمن مخرج، راه خروج و اثباتش چطور است از این اتوبان شر و نفاق؟ فمن مخرج، راه خروج و راه نجات چی است؟ جبرئیل یک کلمه میگه، کتاب الله، قرآن خدا راه نجات از این امت است. کتاب الله، بیاین امت رسول الله، بیاین برادر و همشیره محترمه، بیاین که به دور قرآن ما شما یکدیگر را به دور قرآن بپذیریم. این چطور است؟ مسلمان پذیرفته نمیتواند، مسلمان با مسلمان صحبت نمیکنه، مسلمان علیه مسلمان تبلیغ میکنه و تهمت میکنه، اما با دشمنای خود میتونه سازش کنه، با دشمن خود میتونه بخنده، با دشمن خود میتونه جبین کشاده و پیشانی باز باشد. این مصیبت است. فان کنت تدری فذاک مصیبت و ان کنت لا تدری فالمصیبت اعظم. این مصیبت بزرگ است. ما یک خاطره هرقل پادشاه روم برای شما میگم. این شب نزول شب ختم قرآن کریم است. برادر بشنویم از قرآن، عمل کنیم به قرآن. این قرآن روزه از ما و تو در پیشگاه رب العالمین شکایت میکنه، از پیش ما و تو شکایت میکنه. هرقل پادشاه روم بزرگترین قماندانهای جنگی خود در شهر انطاکیه در شرق امپراتوری روم جمع میکنه. برای بزرگترین قماندانها و جنرالهای نظامی خود میگه، برایشان میگه من هؤلاء الذین یحاربونکم. هدفش مسلمان است. کسایی که با شما می جنگه ابشرون ام ملائکتون، آیا انسان است یا فرشته ها که هیچ شکست نمیخورند، هیچ ترس ندارند و هیچ پروای زندگی دنیا را ندارند. ابشرون ام ملائکتون، اینا انسانند یا فرشته های آسمان؟ چی میگه قماندانهای جنگی برش؟ قماندانهای جنگی و جنرالهای نظامی برش میگه یکی از جا بالا میشه، میگه من جواب تا میدم. انهم بشر یا سیدی، ای سردار ما، جناب معظم به اصطلاح شهنشاه ما، اینا همه بشر و انسانند. ولکنهم یصومون النهار و یقومون اللیل، ولیکن روزها روزه میگیرند و شبها به ذکر پروردگار در قیام است. ولکنهم یصومون النهار و یقومون اللیل، روزها روزه دارند و شبها در قیام است و در زاری و در اشک است در پیشگاه پروردگار. اینا لا یشربون الخمر، شراب بدان نمیزنند، ولا یلعبون المیسر، قماربازی نمیکنند. اگر ما بالای از یا زور شویم درگیر ما بیاید بزرگترین ظلم بالایشان میکنیم. اینا چی میگن؟ اینا صبر میکنند، میگه در راه خدا است. اگر ما را دستگیر میکنن، امرای ما بسیار برخورده مهربانی و انسانی میکنن و راستی و صداقت را از دست نمیدن. همینطور باید باشد. اگر کسی اسیر کافر هم اسیر میکنه، باید او را برش طوری که پیغمبر میگه و قرآن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یتیم و مسکین و اسیر را شما طعام بدین، مرحمت اسلام است. اما با زندانی های اهل اسلام چه میشه؟ با زندانی های اهل اسلام چه میشه؟ که دشمنای ما فیلم
میسازد، دشمنای ما فیلم میسازد که مثل که تانگ تل را سوراخ کرده باشی، خون از قندوز تا به شبرغان جاری است از کانتینرها. این برخورد است در مقابل زندانی، ولو که کافر هم باشه جایز نیست. در اسلام مسئله نیست. خدایا ما به حق و ناحق خون ریختیم، خدایا سرزمین تو را به خون سرخ ساختیم. پروردگارا این دستها را تو میفهمی که این دستها را به عوضی که در راه خدا کمک به مساکین و فقرا باشد و این زبان در راه وحدت بچرخه و حرکت کنه و این وجود در راه خدا قدم برداره، ما این وجود را در راه معصیت و گناه ها مسئول ساختیم. خدایا عدل فینا قضاءک، فیصله تو در مورد ما حق است، تو ظالم نیستی. و ان الله لیس بظلام للعبید، پروردگار بالای بنده های خود ظلم نمیکنه. برادران الله متعال قسم است، و قرآن عظیم الشان قسم است که راه نجات جز قرآن کریم و جز اسلام نداریم. ما همین ترکیبی که از قضایای مسلمه است، اکسیوم میگن به اصطلاح دانشگاه و مکتب و این مسائل که شما خواندید، یک اصل پذیرفته شده است، یک قضیه و یک مسلمه است. اما ترکیبی که قضیه منطقی است، در منطق میگه که عدد یا جفت است یا تاق، در شک وجود نداره. یا جفت است یا تاق، اینمی در شک وجود نداره که قرآن کتاب هدایت و جاودان است، دشمنایی را از بین بردن نمیکنه. اما ترکیبی که یک قضیه هندسی است، یک اکسیوم است، یک چیز پذیرفته و مسلم است در قضایای هندسی که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه را خط مستقیم میگن. اینمی ترتیب آسانترین راهی رسیدن به خدا قرآن کریم است، اسلام است. اما ترتیبی که میگه مجموع زوایا یا زاویه های یک مثلث 180 درجه است. 3 زاویه هر کدام 60 درجه، 3 ضرب 60 180، یا 2 زاویه قائمه مساوی به 190 است. 3 زاویه داخل یک مثلث مساوی به 2 زاویه قائمه است. اینمی ترتیب در قرآن شک وجود نداره که قرآن کتاب هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکنه برای که از او که دیگه پخته ترین راه وجود نداره. اما در رابطه با قرآن کریم ما باید وقتی که قرآن باز میکنیم، اول کار ما این باشه که قرآن باز میکنیم اینطور فکر کنیم که این کتاب را بشر نوشته نکرده، این کلام پروردگار است، این من حیث کلام رب العالمین ما باید مطالعه کنیم و حفظش بکنیم. پیامبر میگه در قلب که آیت قرآن نباشد کالبیت الخریب، مثل خانه ای است که خراب شده و خانه ویران است. میفهمید که در خانه ویران چی میشه؟ در جایی که ویرانی و خانه ویران است، در اونجا از شما حیا باشد و از این محراب و منبر، در اونجا خزنده ها، سگ ها، پشک ها، گشتم ها، حیولا و اجنه و امثالش در امون خرابه ها جای میگیرند، چیزای مردار، چیزای حشرات. در قلب که قرآن نیست مانند خانه ویران است، یعنی در این قلب شیطان، بخل، حسد، کینه، امثال از امراض در این قلب جا به جا میشن و در اینجا جوچه میدن، در اینجا رشد میکنن و در اینجا به اصطلاح کلان میشن. این مردمایی که گمراه شدن و در راههای باطل رفتن، نتیجه این بوده که در مغز جا از قرآن چیزی نبوده و در قلب جا از قرآن چیزی نبوده. و دوم وقتی که قرآن کریم ما میخوانیم باید طوری مطالعه کنیم که این قرآن را ما به این قرآن باید عمل کنیم. سر قرآن، روح قرآن عمل کردن است. اگر ما شما قرآن کریم را ما شما مطالعه کنیم ولی به قرآن کریم عمل نکنیم، این قرآن برای ما هیچ فایده نمیرساند. زیرا عبدالله بن مسعود میگه والله ما جلس جالس مع القرآن الا قام بزیادت او نقص. میگه با خدا قسم هیچ نفر همراه قرآن یک دفعه نمیشینه، صحبت نمیکنه مگر وقتی که میخزد یک از دو حالت داره، یا زیاد میشه در ایمان و در ترازوی میزانش یا کم میشه. اگر به او عمل کنه، به او احترام قائل باشه، در ترازوی میزان خود زیادت کردن،
خدا خیر و برکت نصیبش میکنه. اگر عمل نکنه در ترازوی میزان ازی در حقیقت شکست و نقص و تاوان در ترازوی میزان ازی پیدا شده. و این خاطر است که قرآن کریم را وقتی که ما مطالعه میکنیم پیامبر علیه السلام میگه اینطور مطالعه کنید که شما به این عمل کنید، زیرا در روز آخرت قرآن شفاعت میکنه. و سومین چیزی که هست در قرآن کریم این را میگیم و دعا میکنیم این است که ما باید این قرآن را در بین مردم تبلیغ بکنیم. در بین مردم ما این قرآن کریم ما باید هیچ کنیم، تبلیغ کنیم، دعوت قرآن را بچنانیم. برای خدا امروز در بین امت مسلمان چی چیزایی رواج داره؟ در هر صحبت ما اگر تنها هستیم، اگر در عروسی هستیم، اگر در خانه و دکان هستیم، اگر در موتر هستیم، اگر در جای ما را دعوت میکنیم، اگر در مجالس اتحادیه ها و انجمن ها و احزاب و نشست های داخلی و خارجی خود هستیم، آیا ما آیات قرآن را یا کتاب قرآن را باز میکنیم کتاب که چی گفته و عمل کنیم؟ یا هر کس از دان خود چیزی که میبرایم میگه، چیزی که میبرایم میگه، چیزی که از دانش میبرایم میگه و هر وسوسه‌ای که در نفسش غیر مطابق از عمل میکنه. اما صحابه چی میگفتن؟ وقتی که یک شوهر میرفت، یک صحابی مسلمان از پیش پیغمبر از مدینه منوره میرفت، در خانه خود میرفت، خانمش پرسان میکرد که چی تعداد آیات قرآن امروز نازل شده؟ برای ما بگویید. چی تعداد احادیث پیامبر علیه السلام گفته برای ما بگویید. و هر خانه را رسول الله که صبحی میخست، هر خانه مسلمان را که گوش میکرد صدای استغفرالله و لا اله الا الله و تلاوت قرآن بلند بود. اما امروز هر خانه را تو گوش کن صدای چی بلند است؟ صدای کی بلند است؟ صدای شیاطین انسی و جنی، صدای فحشا و منکرات، صدای غیبت و تهمت و افترا، صدای لعنت و صدای غضب و خشم الهی بلند است. بدون شک حضرت یک مبارک او بیت المقدس صلاح الدین ایوبی آزاد کرد از دست یهودا. یک بار آزاد کرد و در خیمه مجاهدین در بین دشت خیمه زده مجاهدین. بعد از در بین خیمه گوشه هر خیمه را که بالا میکنه از کراش در تلاوت قرآن است و یا در تهجد استاده است. در بین کل خیمه ها یک خیمه را دید که یک نفر به اصطلاح قابله، یک مجاهدش از کلای خدا میگه از اینکه باید کوچ کنیم که هر مصیبت که برای ما میرسه از ناحیه ازی خیمه خواهد رسید برای ما. امروز خانه های مسلمین همه ما نه تنها خوابیدیم بلکه نمازهای فرض را ادا نمیکنیم، نماز خدا را نمیخوانیم، کلمه حق خود ما خوش نمیخوانیم. این چه علت است؟ چرا صدای قرآن به گوش ما عمل نمیکنیم، تاثیر نمیکنیم؟ چرا نماز نمیخوانیم؟ چرا روزه نمیگیریم؟ چرا ما همین چیزایی را که به نام قومیت یکدیگر را جدا کردیم؟ قرآن ما را برادر میگه. ما چی میگیم؟ از کدام قوم است؟ حتی در فاتحه وقتی که فاتحه کسی میشه اول پرسان ما ای است که از کدام قوم است، دوم پرسان ما ای است که از کدام سمت است، سوم پرسان ما ای است که در کدام تنظیم است. امثال ازی است. همین پرسان است، همین اسلامیت است، همین اخلاق است، همین دعوت است. کسی که خود را روشن فکر میگیره، روشن فکر ما امروز بهترین روشن فکری از اویی است که برای زنای مسلمان بگوید که شما می نشون بپوشید، این امیر ترقی میگه. شما خود را بسیرت کنید، این امیر روشن فکر میگه. و گاهی وقتا میگن که در کشور ما این امیر یک نظام بیاید که در همون نظام هم فیلم هندی را تا به صبح را ببینید و وقتی که برکت الله سلیم است قرائت قرآن خلاص شدن روی راز در بین سینما داخل شوی و فیلم تا به صبح ببینید. این نمیدونی یک اسلام یا بخواهد. اسلام محمد صلی الله علیه وسلم است، اسلام قرآن است، اسلام ابوبکر صدیق است و یا او اسلامی که ما شما دیدیم، اسلامی که در او درهم نبود، در او دعوت نبود. امروز ما را نه تنها به نام قومیت ها، حتی گرفتن نام احزاب اسلامی کفر است، جرم است. فلانی در جمعیت اسلامی است، فلانی در حزب اسلامی است،
فلانی در شورای نظار است، فلانی که حضرت صاحب مجددی کار کردن. تو در کدامش بودی؟ خودت یک دفعه معرفی کن. در کدامش بودی؟ و چه کردی؟ در هر جای خوب و خراب بودن، در هر جنگل چوبای خشک و هیزم است، در هر جای یک حیوانات شاید باشه که شاخ داشته باشه در بین گوسفندان، در هر جای انسانهای خوب و خراب است. اما این تبلیغات کسای تشویق میکنن که اونا میخواه از این آب گلالود امت مسلمه را در بدبختی گرفتار کنند. او نه از جمله امت رسول الله است، نه از جمله پیرو قرآن است و نه شعار از شعار اسلامی است. بهترین شعاری است کتاب ما قرآن کریم است، رهبر ما محمد رسول الله است و رب العالمین قسم است. امروز ما در پشت یک برادر پاکستانی ختم قرآن میکنیم، اما ما اگر در این ذهنیت باشیم که پاکستانی ها دشمن افغان ها است. کدام پاکستانی ها؟ پاکستانی های ظالم، کافر، بیدین. ما میگیم دشمن اسلام است، اما پاکستانی که حافظ قرآن است خاک پایش سرمه چشم افغان باید باشد. این سرمه چشم ما باید باشد. و افغانی که آبروی ما را میریزاند، و افغانی که خاک را میفروشد، و افغانی که دین را میفروشد، او را بازم برادر خطاب میکنیم. اونو برادر است که در این نماز در یک صف خدمایستاد میشه، اونو برادر است. این امیر برادر میگن. او برادر نیست که چادر زن را میفروشد. او برادر نیست که بیرق را دو دست تسلیم اجنبی کند. او برادر نیست که سر مقدسات خود قمانده بتو مارش کند. او برادر من نیست، او برادر قرآنی من نیست، ولو که هر تنظیم و هر جهت و هر قومی باشد. او دشمن من است، او دشمن من است. او را قرآن میگه دشمن تو است. اما برادر، من با شما یک من حیث خطیب از این مسجد وظیفه سنگین است. اگر بگویی و اگر نگویی هر دو طرفش مسئولیت است، اما باید گفته شود. راه برادری و صفا و آشتی لذتی که در عفو است، در انتقام نیست. لذتی که در آغوش کشیدن است، در سینه برادر هدف قرار دادن نیست. لذتی که در راه دعوت اسلام است، در هیچ راه دیگه وجود ندارد. به این خاطر است که ما تقریبا این سوم رمضان است که ما در این مسجد مبارک تجلیل میکنیم و هر رمضان به فضل پروردگار 2 ختم قرآن کریم در اینجا میگیریم و در اینجا موی مبارک رسول الله را زحمت دادیم، تشریف آورد و در اینجا ما او را زیارت کردیم و شما مردم مسلمان. و در اینجا هر سال کاروان حج که امسال هم به یاری پروردگار عازم اماکن مقدسه میشه ما داریم. در اینجا ما اولاد شما را درس قرآن میدیم. اگر شما به یک کتاب آشنایی ندارید، باز ما یک دعوت عمومی میدیم. از طفل 3 ساله و 4 ساله شما گرفتن تا به 70 ساله و 80 ساله تانه، هر کسی که قرآن کریم را آرزوی یاد گرفتنش از ما داوطلب حاضر هستیم امامای مسجد برای شما این کتاب زنده را تدریس کنه. کسی که تجوید آرزو داره، کسی که حفظ آرزو داره، کسی که تفسیر و معنای قرآن آرزو داره، کسی که حدیث آرزو داره که در اینجا بخوانه، کسی که کتاب عقاید آرزو داره، کتاب فقهی آرزو داره، اگر صرف و نحو آرزو داره، در اینجا دروازه مسجد برای شما باز است. در اینجا ما گفتیم که این مسجد خانه خدا است، این مسجد جای عبادت است. این مسجد نه به ما ارتباط داره، نه به شخص دوم، نه به شخص سوم، نه به شمال، نه به جنوب. این مسجد همون ترتیبی که از اول بنیادش به نام خدا گذاشته شده و گفتیم که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. در پهلوی خدا دعوت نکنین و به اصطلاح دعوا نکنین در پهلوی خدا. این خانه پروردگار است، این جای عبادت است و دعوا در پهلوی خدا شرک است. بنابراین در این مسجد نه پشتونه، نه تاجیکه، نه شمالیه، نه جنوبیه و هر حرکت که خلاف اسلام باشد جای تطبیق در این مسجد نداره و هر کسی که در اینجا به نامهای مزخرف قومیت و سمت‌پرستی و تنظیم پرستی ولو که نزدیکترین اقارب ما باشد، ما او را در اینجا نه مردم، نه امامای مسجد
و نه موقف محراب و منبر او را پذیرفته می‌داند. کسی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، این مسجد برای پاکستانی باز است، این مسجد برای عرب باز است، این مسجد برای حبشی و سیاپوس باز است، برای مسلمان آلمانی و غیر آلمانی و امریکایی باز است، حتی برای کسی که در احزاب چپی و یا راستی بوده. این مسجد خالص است، این جای توبه است، جای عبادت است، جای رحمت است، برای کاری که باز است. ولی یک شرط داره که مسجد جای تفرقه نیست، مسجد جای قال الله و قال رسول الله است. وقتی که گفتیم قال الله و قال رسول الله، دیگه این نه قول آقای نقشبندی است و نه قول آقای سادات است، این قول الله و قول رسول الله است. این را با بسیار مهربانی ما برای شما میگم و این خاطر است آزردگی در احکام خدا اگر میآید ما فکر خدا بگیریم، باز ما آزرده از کی میشیم؟ اگر بگیم اینمی آیت قرآن یک کمک غلیظ است، ما قبول داریم که اقیم الصلاة نماز بخوانیم، ولی که میگه ملا صاحب آت و زکات بده یک کمک ثقیل است. وقتی که میگن فرض است روزه کتب علیکم الصیام، این خوب است، اما که میگه کتب علیکم القتال جهاد و دفاع از اسلام، این یک کمک غلیظ است. اینمی سر ما یک ضرر نه اسلام را میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، با تمام معنا داخل شوید. خداوندا در این شب مبارک و به خاطر ختم قرآن کریم توی ختم را قبول بگردانی و ما را پیروی قرآن کریم بگردانی و ما را وحدت و برادری نصیب بگردانی و در تمام امت مسلمه خدایا امنیت را، محبت را، اخوت را اعاده بگردانی و پایه های این مسجد شریف را تا به تحت و سراب خدایا مستحکم بگردانی و شاخه های عزیره تا عرش معلا بالا ببریم. اما دعایی که در پهلوی حجر الاسود ما کردیم و شمول حجاج افغانی و غیر افغانی و همه عشق میریختن و در میدان عرفات، پروردگارا هر کسی که در این مسجد سنگ اندازی میکنه، هر کسی که در این مسجد اعداد شوم نفسانی داره، خدایا هر کسی که میخواد جماعت غفیر مسلمین ده ضربه بزنه، اول هدایت نصیبش کنید و اگر نمیکنید پروردگارا او را با اهداف شومش از بین ما نابود و دور بگردانید. خدایا این صدای ما را در این شب مبارک آمین بگردانید. هر کسی که به نامای کثیف و مزخرف این وحدت مسلمین از بین میبرد به هر نامی که است، هر اندیشه غیر اسلامی که دارد و به هر نامی که است، اگر قابل هدایت است خدایا هدایتش کنید، اگر نیست از صف ما دور کنید و به یک مصیبتش گرفتار کنید که دیگر در فکرش هم مسجد نگرده. این مسجد چی میگذره و این صدا قبول میشه و این آمین در ملائک هم رای ما آمین میگه و این شب تجلیل قرآن است، شبی است که ملائک در این مجلس ما حضور دارد. خداوند متعال ما شما را هدایت و پیروی قرآن از ایشان بگرداند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.